چند مقام بلندپایه آمریکایی روز 14 سپتامبر به افغانستان سفر کرده با نمایندگان طالبان صحبت کردند. هدف اصلی این سفر رهایی آمریکایی‌ها گفته می شود که طالبان آنها را بازداشت کردند. ایالات متحده آمریکا سال 2021 پس از 20 سال حضور نظامی این کشور را ترک کرد و طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتند. مارک روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا از کمترین منصبداران بلندپایه است که به کابل سفر می‌کند. از همکارم مصطفی سرور از بخش رادیوی افغانستان آزاد پرسیدم که مقامداران آمریکایی و طالبان به چی توافق دست یافتند؟ خب در واقع هنوز جزئیات دقیق بیرون نشده، اما از اعلامیه‌های که طالبان منتشر کردن معلوم میشه که صحبت اصلی درباره مبادله زندانیا بوده. در کنارش مسائل مثل روابط دو جانبه، مسائل کنسولی برای شهروندان و حتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان هم مطرح شده، عمدتاً از سوی طالبان. اما کاخ سفید تا حال هیچ چیزی را تایید نکرده و اعلامیه یا بیانیه هم صادر نکرده. چند ماه قبل هم هیئت آمریکایی به کابل سفر کرده بود که در جریانش جورج گلیزمن، یک انجینیر هوانوردی آمریکایی، از قید طالبان آزاد شد. او سومین آمریکایی است که از ماه جنوری امسال از اسارت طالبان آزاد شده. امریکا هیچ رابطه دیپلماتی با حکومت طالبان ندارد. از همکارم مصطفی سرور پرسیدم که سفر مقامداران بلندپایه به این کشور چی معنی دارد؟ این سفر را نمیشه نشانه رابطه دیپلماتیک رسمی دانست. امریکا هنوز طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسه، اما در عمل برای حل بعض موضوعات فوری مثل رهایی گروگانها، امنیت شهروندان آمریکایی و حتی گاه مسائل اقتصادی میخواد مستقیم با طالبان گفتگو کنه. یعنی یک نوع تماس فنی و موقتی است، بیشتر برای مدیریت بحرانها و موضوعات مشخص، نه برای شناسایی سیاسی. سپاس از همکارم مصطفی سرور از بخش رادیوی افغانستانی آزاد.